أيا دارها حييت دارا ومنزلا. انبیاء علیهم السلام اله شده نمیتونه، معبود شده نمیتونه. از همون خاطر است خود انبیاء علیهم السلام هم هیچ کدام هم دعوای الوهیت نکرده، مردم دعوت به سوی عبادت خود نکرده که بیایم عبادت مرا بکنی. چرا؟ به خاطر که خودشان احتیاجات داره، صفات الوهیت در او موجود نیست. از همون خاطر هر کدام از صفات الوهیت اعلان براءت خود کرده، بیزاری خود کرده که ما اله نیستیم. الله میفرماید یک آیت، الله میفرماید ما کان لبشر، نیست برای یک بشر، نیست مناسب برای یک بشر ایؤتیه الله کتابه، که الله برش کتاب بده، و حکم برش بده، یعنی نیروی فیصله را برش بده که منازعات ختم کرده میتونه، در بین حق و باطل فیصله کرده میتونه که اینی حق است اینی باطل است، و نبوت برش نبوت بده. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، بعد از او به مردم بگویه که بیای بندگان ما شوید. نعوذ بالله، هیچ امکان نداره. الله متعال میگه اگر انبیاء علیهم السلام این کار بکنه چطور شده میتونه من دون الله، غیر از الله عبادت مرا بکنی امکان داره؟ قطعا نداره. چرا؟ الله متعال آیا سریزی غالب است یا نه؟ اینا میتونه که چرا انتخاب میکرد؟ معلوم بود برش که همین پیغمبر آینده اینمی قسم داوره میکنه، مردم به سوی خود دعوت میده به عبادت خود. اگر به الله معلوم نباشه نعوذ بالله نسبت جهل به الله میشه. الله منزه است از جهل. اگر نیکی به الله معلوم باشه چطور یک شخصی که در مقابل الله بخیزه مردم به عبادت خود دعوت بده او را انتخاب به پیغمبری بکنه؟ هیچ عقل سلیمی گپ نمیپذیره. از همون خاطر است که انبیاء علیهم السلام گاهی دعوای الوهیت نکرده بلکه براءت اعلان کرده که ما اله نیستیم. در آیت دیگه الله میفرمه ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه، شما را امر نمیکنه که شما ملائکه بگیری و نبیین پیغمبران اربابا، رب جور کنی، حلال کننده و حرام کننده، مثل الله و اطاعت از واره بکنی. یأمرکم بالکفر، اگر پیغمبر دعوت بده به که بری ملائکه یا یک پیغمبر شما نعوذ بالله به ربوبیت بگیری، مالک و متصرف او را بگیری، عقیده به او بکنی، خو نعوذ بالله دعوت به سوی کفر است، امر به سوی کفر است. بعد از انتم مسلمون، پس از اینکه هیچ کسی خواری و زحمت چند سالی خود از بین نمیبره. پیغمبر تمام عمر کوشا به ایسته که مردم دعوت به سوی دین الله بده، تسلیم به الله شوه، باز بگیره کل محنت خود قطع خاک یکسان بسازه و بگویه به خود بگویه که نعوذ بالله ما همینطور هستم. تاسف است زمانی که انبیاء علیهم السلام همینطور نیسته. امروز همون کسایی که داد از دینداری میزنه خود معرفی میکنه برای مردم که ما نماینده دین هستیم. و چطور است که مردم همون کس اشخاصی که با او رابطه دارن وارد دعوت میده به سوی چی؟ احترام خود، تعظیم خود، سجده خود، رکوع خود، ترس از خود. فکر تا بگیری که در مقابل ما چیزی نگی که باز میسوزی. از الله نمیترسانه شه، بلکه این تلقین میکنه برش که هرگاه مشکل برات پیش میشه برای ما آواز بده. ما مشکل، یکی از دوستا که الحمدلله عقیدهش جور شده گفت من امروز یکی از پیر صاحبا بودم، یک روز از پیش سوال کردم که آقا صاحب من خواست پیشت میرم، این راه خیلی خطرناک است، اگر کدام مشکل برام پیش گفت وای جانی آقا برای من آواز بده دیگه. نعوذ بالله. ببینید حتی این را بگذار، وقتی وفات میکنه میگه اگر کسی در فلانی مرض برش پیش آمد و در سر قبرم نآمد، اگر اون مرض برای تکلیف رساند یا کشته از خود گله کنه. عجیب است. پیغمبر ادعاها را نکرده. یک پیغمبر، قرآن برای ما میگه. الله متعال براءت عیسی علیه السلام بیان نمیکنه در قرآن کریم. الله میفرماید و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، در روز قیامت الله متعال برای اسکات و برای چوب ساختن متبعین عیسی علیه السلام، برای خوب الزام آوردن متبعین عیسی علیه السلام، الله عیسی علیه السلام مخاطب قرار میده. چرا؟ به خاطر که تابعین عیسی علیه السلام زیاد عیسی علیه السلام از مرتبه بشریت به کجا بالا کرد؟ الوهیت بالا کرد. ابن الله گفت، گاهی گفت که نه سیوم الله است، گاهی گفت که نعوذ بالله چی است؟ عین الله است. رقم این گپا را قطش گفته میرفتن. خو این گپا را میگفتن
الله متعال برای الزام امی مردم در روز قیامت از عیسی علیه السلام سوال میکنه. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، زمانی که الله متعال میگه به عیسی علیه السلام انت قلت للناس، تو گفتی برای مردم اتخذونی، مرا بگیری و امی الهین، مادر مرا به معبودیت بگیری، نعوذ بالله عبادت ما را بکنی من دون الله بغیر از الله. قال عیسی علیه السلام میفرماید سبحانک، پاکیست برای تو یا الله از هر نوع شرک. چطور شده میتونه؟ ما یکون لی ان اقول، نیست مناسب برای من که من بیان کنم بگویم ما آن چیزی لیس بی بحق، که من هیچ نوع حق ندارم، ما مستحقی گپ نیستم، ما چطور بگویم؟ از او خاطر میگه این چیسته ان کنت قلته فقد علمت، اگر من همین سخن گفته باشم برای مردم که عبادت مرا بکنی، نعوذ بالله، دیگه تو میدانی یا الله، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو از نفس من خبر داری چی اراده دارم چی مقصد دارم. بی عیسی علیه السلام حتی اراده قلبی خود به الله پیش میکنه که یا الله با زبان خو هیچ نگفتیم، حتی اراده ازی نیتی ازی از ما صادر نشده که ما اراده ازی گپ داشته باشیم، چرا تو از نفس ما میدانی و ما نمیدانیم از آن چیزی که در نفس توست، همون نفسی که لایق شان توست. انک انت علام الغیوب، توستی که تمام غیب امور پنهان برات معلوم دار است. آیت دیگه میفرمه ما قلت لهم، نگفتیم برای امی تابعدارای خود الا ما امرتنی بهی، مگر آن چیزی که تو مرا مامور ساخته بودی. او کدام بود؟ انی عبد الله ربی، که عبادت یک الله را بکنی که ربی سیکو مالک و متصرف ماست، و ربکم مالک و متصرف شماست، ذاتی که من ده اختیاری از دوستم شما هم ده اختیاری از دوستی، امور عبادت کنی. ما این نمیطور گفتیم و کنت علیهم شهیدا، تا وقتی که من زنده و حیات بودم سری از یا مراقب بودم، مراقبت میکردم اعمال از یار، عقیده از یار، کیتوری عقیده را پیدا نکنه ما دم توفیم، تا وقتی که من در بینشان بودم. نعم بله، فلما توفیتنی، هرگاه که من را قبضی روح کردی. این جبرات چون این مکالمه این در روز قیامت است، از او خاطر در وقت وفات شده می باشه. کنت انت الرقیب علیهم، بعد از تو نگهبان و بیننده از تو بودی یا الله که چی میکردن. و انت علی کل شیء شهید، سری هر چیز الله تو شاهد استی، حاضر استی. عیسی علیه السلام در او زمان وقتی این مکالمه را طی میکنه، الزام بزرگ سری تابعدارایش با میمانه که سیکو خود عیسی علیه السلام شما را به کدام طرف دعوت کرده بود؟ مثل که ما الزام سری کی بگه بیاریم سرمون مردمایی که داد از یک امام و مجتهد میزنه که ما تابعدار از اوستیم، قول خود یزور برش پیش میکنیم که بیا تالی را خو میگفتی که من قول یزیر قبول دارم، اما این قولش قبول نداری، این به طریق الزام است. خود یزو اینطور گفته چرا قبول نداری؟ ایرا میگه دلیل الزامی. از امو خاطر است گاهی هم انبیاء علیهم السلام دعوت به سوی عبادت خود نداده، بلکه دعوت به سوی الله متعال داده. چرا الله انبیاء علیهم السلام اختیار میکنه؟ وجهش چیسته؟ الله متعال انبیاء علیهم السلام به خاطر اختیار میکنه که سفیر شود، واسطه شود بین الله و بین بندگان الله متعال. برای چی؟ در رسانیدن اوامر الله، در رسانیدن نواهی الله، و برای مردم نشان بده که ما برای کدام غرض و مقصد در این دنیا آمدیم، مسیر ما کدام طرف است و چی ضرورت داریم. از او خاطر است که الله متعال میفرمه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ای پیغمبر برسان آن چیزی که سر تو نازل کرده میشه. و ان لم تفعل، اگر تو نرساندی، فما بلغت رسالته، تو نرساندی ذمه‌واری خود. سه گپ در اینجا مهم است که الله متعال پیغمبر امر میکنه. یکی آشکارا بیان کردن، یکی واضح بیان کردن، یکی خوف از کسی نکردن. در رساندن احکام الله هر پیغمبر اینمی قسم مامور است، واضح بیان کنه، دیگه آشکارا بیان کنه، پنهان نی. دوم سومش خوف از کسی نداشته باشه. از او خاطر الله میگه والله یعصمک من الناس، الله تو را نگاه میکنه از مردم برات ضرر رسانده نمیتونه. چرا؟ ذمه‌واریش الله متعال گرفت. در رساندن دعوت و تبلیغ الله متعال ذمه‌واری پیغمبر خود کرده. پس از او خاطر انبیاء علیهم السلام باید این صفات داشته باشه، در رساندن اوامر الله متعال، نواهی الله متعال مکمل، هیچ نوع نقصان نکنن،
در تمام عمر. چرا؟ به خاطر که کدام مقصدی را که الله خواسته اگر انبیاء علیهم السلام امیر نرسانه باز خو امو وظیفه در سر نرسید. اولای طور کسی را انتخاب نمیکنه که وظیفه که الله خواسته او در سر نرسه. از امو خاطر است که الله متعال پیغمبران را انتخاب میکنه که گاهی هم نقصان یا خیانت در وحی الهی نمیکنه. از امو خاطر یکی از صفات امی انسانهایی را که الله انتخاب برای پیغمبری میکنه ایسته که یا کاملترین بشر است. الله اعلم حیث یجعل رسالته. الله میدانه که در کدام شخص رسالت خود ذمه‌واری خود بگذاره. الله از کمالات امی انسان میدانه، همو کمالات برش نصیب کرده که این وظیفه را برشان میده. دوم چیزی که باید انبیاء علیهم السلام داشته باشه کمال اخلاق، کمال صورت اخلاقی باید داشته باشه. علتش چی است؟ به خاطری که انبیاء علیهم السلام همیشه وظیفش در بین مردم است، توده های مردم مختلف طبیعت ها داره، مختلف نظریات و افکار داره. زمانی که انبیاء علیهم السلام برخورد با امر مردم میکنه اگر اخلاقی قوی نداشته باشه، نعوذ بالله یک عیب اخلاقی داشته باشه، مردم از او تنفر میکنه، نمیپذیره گپش. از امو خاطر است که پیغمبر علیه السلام میفرمه از نگاه صورتش، صورتهای انبیاء علیهم السلام کامل ترین صورت ها می باشه. زیبایی و جمال انبیاء علیهم السلام بسیار زیبا می باشه. در حدیث میاد پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میاد لیلة اسری بی رأیت موسی علیه السلام، کدام شبی که ما سر ما برده شدم ما طرف معراج ملاقاتم با موسی، دیدم موسی علیه السلام و اذا هو رجل ضرب من الرجال، دیدم که یک شخص درمیانه، قد درمیانه داشت، کنه رجال چیسته من رجال شنوعه، یک مقام است مردمش خیلی امیتور درمیانه قد، چهره خوب داره. موسی علیه السلام امیتور چهره داشت. یوسف علیه السلام ببینید که چقدر چهره داشت، بهترین چهره. انبیاء علیهم السلام الله متعال چهرهشون امیتور زیبا و چیسته کامل و رسا می باشه، به خاطری که مردم از پیشش نفرت نکنه. هیچ نوع عیب اخلاقی در بین انبیاء علیهم السلام نمی باشه. اگر عیب می داشت باز مردم نعوذ بالله از پیش چی میکرد؟ نفرت میکرد. در حدیث دیگه پیغمبر علیه السلام میفرمه لیسی بینی و بینه نبیون، مراد عیسی علیه السلام توصیفش بیان میکنه که پیغمبر است که در بین ما و در بین زو دیگه پیغمبر نیست. معلوم شد از این حدیث معلوم میشه که بعد از عیسی علیه السلام پیغمبر دیگه نآمده و این میره زمانه فترت چی میگه؟ رسول، فترت یعنی زمانه انقطاع انبیاء علیهم السلام. و میگه فاذا رأیتموه فعرفوه، وقتی که عیسی علیه السلام دیدی بعد شما بشناسید. پیش از پیش پیغمبر اسلام برای ما توصیف کرد. چرا؟ عیسی علیه السلام من حیث یک علامه نشانه بزرگ قیامت باز آمده را ایسته برای امت پیغمبر علیه السلام. از او خاطر از صفات عیسی علیه السلام پیغمبر امت خود خبر کرد. گفت رجل مربوع، چارشانه آدم است، الى الحمرة والبیاض، یعنی مایل به سوی سفیدی و چی است؟ سرخی است. ینزل بین چی است؟ ممسرتین، در بین دو چی شهرک پایین میشه، کان رأسه یقطر، تو گویی که سرش یک درو میچقه، غسل کرده باشه. و این لم یصبه بلل، اگر چی تری برش نرسیده لیکن بینمی کیفیت و صفت عیسی علیه السلام برای پیشتان میاد. از امو خاطر است که انبیاء علیهم السلام در صفت اخلاقیش یعنی حلیش از کل کده صورت خوب داره، چهره خوب داره. پیغمبر علیه السلام صحابه میگه که ما وقتی به پیغمبر علیه السلام میرفتیم یک دل ما کنده نمیشد که دیگه طرف سعی کنیم، نظر ما همیشه بند صورتی کی می بود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. او زمانی که حتی بعض صحابه نه چیز دویده پس می آمد، حتی نشستنش در خانه نمیشد، پس می آمد گفت یا رسول الله من نمیتونم خانه بشینم. چرا؟ به خاطری که چهره پیغمبر صلی الله علیه و سلم جاذب بود، همین قسم چی جذب میکرد، مردم محبت قطش میکرد. در سری موسی علیه السلام هم الله میگه که ما انداخته محبت سری تو، با مجرد دیدن زن فرعون موسی علیه السلام خوش کرد. چرا؟ او چهره پیغمبر بود. موسی علیه السلام یوسف علیه السلام چهره شبیه بینه، او خود چهره بود که حتی زنا وقتی کاردار گرفتن عین در استخوان کارت رساندن، لیکن چی از دستی جمال و زیبایی ازی. فلما رأینه اکبرنه، هرگاه که دید یوسف علیه السلام بسیار بزرگ پنداشتن. چرا؟ به خاطر که یک چهره بود و قطعن ایدیهن، دستایشان چی کردن؟
قطع کردن و قلنا حاش لله، پاکی برای الله است. این صورت ما هذا بشر، این انسان نیست، این هذا الا ملک کریم، این خو یک ملک است معزز. این انسان ملامت میکرد کی را؟ زلیخا را، که چرا قطعی غلامی خود را جور کرده رایسته. زنا خو یکی دیگه خود ملامت میکرد. از همون خاطر بعضی مفسرین میاد بخیر باز داستانش، بعضی مفسرین نوشته میکنه که نه، از دستی که توصیف صورت یوسف علیه السلام بر ازیا شده بود، یا این بهانه را جور کردن که مگرم زلیخا این مردکه را به ما نشان بده، یا هم فرفتی جمالی کی بودن؟ یوسف علیه السلام. از این خاطر انبیاء علیهم السلام از نگاه صورت و زیبایی در علالم بر صورت الله متعال برشان نصیب کرده. و همچنان دیگه قسم عیبا هم انبیاء علیهم السلام الله از عیبا نگاه کرده. موسی علیه السلام ما شما گفتیم که روز حدیث خواندیم که سنگ کالای کی را؟ موسی علیه السلام گریختان، به خاطر که نسبت یک عیب بنی اسرائیل برای موسی علیه السلام میکرد و بنی اسرائیل ثابت شد که عیب بالکل غلط بوده، نادرست بوده. الله متعال در آیت قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی، ای مؤمنان شما به مثل اون مردمای نشوید که اذیت دادن موسی علیه السلام. فبرأه الله، الله او را پاک ساخت از این نسبت عیب، مما قالوا، از آن چیزی که مردم میگن. و کان عند الله وجیها، موسی علیه السلام شخص رویدار به نزد الله متعال بود. پس از او خاطر است کسانی که نسبت‌های عیب برای انبیاء علیهم السلام میکنه، در بعضی واقعات اسرائیلی در مورد ایوب علیه السلام میگه کرم نعوذ بالله جانش گرفت و حتی کرما که میافتاد پس خودش بالا میکرد. به طوری مرضای مهین یا توهین آمیز گاهی هم انبیاء علیهم السلام به او مبتلا نشده. چرا اگر اینطور شوه و چطور پیغمبران مقتدا شوه، امام شوه، مردم پشتش چی بکنه؟ اقتدا بکنه. در حالی که موسی علیه السلام بسیار حیاناک بوده. در حدیث هم میاد ان موسی کان رجلا حیا ستیرا، موسی علیه السلام بسیار یک شخص خیلی حیاناک بود. لا یرا من جلده شیء، حتی از پوست خدا، یعنی بشری خدا به کسی نشان نمیداد. چرا؟ به خاطری که حیا میکرد. از او خاطر الله متعال اینطور حالت آورد تا که امو نسبت تهمت به موسی علیه السلام میکرد امو از بین بره. پس از او خاطر انبیاء علیهم السلام از حیثیت اخلاقی هم اینمی قسم از عیب پاک هستند. دیگه انبیاء علیهم السلام در صداقت و امانت خود در درجه بالا می باشه. چرا؟ اول گپی که برای پیغمبر ضروری است صداقتش است. اگر این صادق نباشه پس او چیزی را که از جانب الله برای مردم میاره، اگر دو نعوذ بالله کذب و دروغ بگویه، باز خو امام شدن یا مقتدا شدن صحیح نمیشه. مردم به این خاطر اقتدا میکنه که گپی از این درست و راست است و الله متعال میطور نمیکنه که کسی را انتخاب بکنه که نعوذ بالله سری الله دروغ جور بکنه. مثل که پیشتر گفتم اینمی قسم در حمل امانت یا در رساندن امانت هم وصف کامل یا درجه بزرگ می داشته باشه. این از جمله لوازم چیسته نبوت است که هر کس پیغمبر میشه این صفات را باید دارا باشه. الله متعال از یاد میکنه از انبیاء علیهم السلام که یا مردمایی هستند که حوصله بزرگ داره، مردمایی هستند که امانت صداقت مکمل لوازمش است. در مورد نوح علیه السلام الله متعال میفرمه رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، تو بی حوصله زیره ای پروردگار من قوم خدا شب و روز دعوت دادم فلم یزدهم دعایی الا فرارا. دعوت ما برای ازیا غیر از فرار دیگه چیز برشان زیاد نساخت. هر قدر که ما دلسوزی کردیم مردم دیگه هم فرار کرد. و اینی کل ما دعوتهم، وقتی که ما یارا دعوت میدادم، دعوتم برای چی؟ بوج تکلیف سرشان نبود لتغفر لهم، که تو یارا بخشش کنی. جعلوا اصابعهم، ببینی سختی و مردمه، دلسوزی نوح علیه السلام. ما چی کردیم؟ اگر ما خود دعوت بگیریم یک روز به کسی یک نصیحت بکنیم نمیپذیره، سالاقتش گپ نمیذاره. نه، و مردما انگشتار را در گوشا میکرد. جعلوا اصابعهم فی اذانهم، در گوشه خود انگشتار را میکرد و استخشوا ثیابهم، کالای خود جمع میکرد بگریز. و اثر رو چیسته یا مداومت کردن بالای امی انکار خود و استکبر استکبار خود کلاب تراشیدن. میگه ما ضرورت نیاز نداریم. امروز هم همونطور مردم ما پیدا میشه. زمان ترجمه و تفسیر قرآن کریم شروع میشه میگه ما نه یقین به الله بکنیم. ما کسی را دیدیم که در گوشه خود انگشت گرفته از ترجمه فرار کرد. خودم به چشم سر دیده. چرا؟ میگه قرآن از یارا نشنوید که شنیده خلاص هستی. عجیب است.
چرا اینطور گپ است؟ خب باز میگه ثم انی دعوتهم جهارا، باز من یارا آشکارا دعوت دادم، و اسررت لهم اسرارا، پنهان دعوت دادم، یعنی یک شیوه را نگذاشتم که ما یارا دعوت نداده باشم. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، امیر برشان میگفتم که بخشش از الله تان بخواهید، او واقعا بخشش کننده است. یعنی کدام خطا یا کدام نواقصی که در زندگی پیش آمده حالی ترمیم کنید. چقدر گپی نیک است. مسلمان واری ما شما چقدر نواقص داشتیم در زندگی خود، عقیده را نمیدانستیم، الله را نمیشناختیم، الله متعال رحم کرد سر ما، آشنایی پیدا کردیم، با قرآن نشستیم، یک دفعه ذهن ما خلاص شد که الله اکبر، الله کدام ذات است. پس حالی لااقل انسان خود ترمیم بکنه، در این فکر شد که بله الله متعال همی میدانه، ما که مرگ سرم نامده، اگر در او حالت نعوذ بالله در او حالت قبلی ما اگر مرگ می آمد، چقدر احسان بزرگ الله شده که در او حالت مرگ سرم نامد. در این موقع ما را گذاشت که ما دین خود واقعا فهمیدیم، درک کردیم. نوح علیه السلام به قوم خود اینطور میگه انه کان غفارا، یقینا الله مهربان ذات است. یک برادر یک روز پیش ما آمد، برام میگه مولوی صاحب ما یک سوال دارم بگو. قبل از اینکه سوال بگو یک گریان کرد، یا اینطور یک گریان میکنه، برادرم بگو چی گپ است؟ گفت مولوی صاحب ما بسیار گناهگار هستم. ما گفتم چقدر گناهگار است؟ گم کو این قدر گناهگار هستم، شرک کردیم، نعوذ بالله زنا کردیم، قمار زدیم، هر چیز، شراب خوردیم. گفت اینمی عمر خود ما تقریبا 3 یا 4 ساله بسیار دواهیات تیر کردیم و ما یک مرتبه در ترجمه قرآن کریم برابر شدم. در ترجمه قرآن کریم امی گپ آمد که دنیا رفته نیست. من یک کمی فکر کردم که راستی والا خو یعیش و عشرت دمو ترجمه گفت، ترجمه خودی تا گوش گرفتم، تو گفته بودی که کسانی که از امی پیش کدام روزگاری که تیر کرده خب در جای قشنگ رفته، زیبا رفته، اما چیسته له و لعب کرده، هر چیز کرده، چی داره؟ لذتی از او موجود است، ذائقه از او موجود است، چیش موجود است؟ گفت خودی دمی گفت گفته بودیم، یک دم متوجه شدم در خود که راستی من همی قدر عمره تیر کردم، هر چی کردم، چی هست؟ چی پیشم دارم؟ روزی میرسه که ما میریم پیش الله متعال و این وجود الله متعال برای ما نداده. ما اینجا مسئولیت داریم. گفتیم اینجا ما در خود شدم، خو لیکن حال شیطان مرا نمیمانه، مرا میگه که توی قدر گناه کرده ای که هیچ بخشیده نمیشه. ما برش گفتم که واقعا اگر یقینا با اخلاص، با صداقت، با قلب صاف و پاک به الله خود رجوع میکنی، ندامت و پشیمانی از این اعمال ظاهر میکنی، اما به مردم نگو که من اینطور بودم، خلاص به الله خود توبه بکش. الله انه کان غفار، الله بخشنده است، شرک میبخشه. بزرگترین گناه شرک است. اگر کسی توبه از شرک میکنه الله چی میکنه؟ میبخشش، از شرک میبخشه. از امو خاطر است که انبیاء علیهم السلام الله متعال عجیب صفات داده، مثلا صفت حوصله مندی، صفتی که یقینا وقتی ما شما داستانه از یارا مطالعه میکنیم تعجب میکنیم چقدر اخلاق مستحکم الله برشان نصیب کرده. ابراهیم علیه السلام مبلغ است، الله ثنایش بیان میکنه و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومی، این حجت ماست. یعنی این استدلالاتی که ابراهیم علیه السلام در مقابل نمرود میکنه، در مقابل مردم میکنه، این بخشش الله هست که به ابراهیم علیه السلام میده. قدرت الله متعال است. لازمه عقیده توحید استدلال وجود داره. قدرت الله که کسی عقیده توحید بپذیره، باز دلایل آدم عامی میباشه، سعی میکنی تو دلیل پیش میکنه که هیچ پرسان نکن، ملا مامور پیش کردن نمیتونه. اینمی اثرات همی عقیده توحید است. ابراهیم علیه السلام موحد حنیف است، الله اینطور دلایل برش پیش کرده بود که قرآن میگه آتیناها ابراهیم، این دلایل استدلالا را به ابراهیم علیه السلام داده بودیم علی قومی، در مقابل قومش. نرفع درجات من نشاء، ما بلند میکنیم درجه کسایی را که الله بخواه. یقینا درجه کسی را بالا میکنه، کل عمرش فقط در فکر و غم دین تیر میشه، در دعوت دین تیر میشه کل عمرش. انبیاء علیهم السلام همونطور مردم است، نه غم خانه کاشانه، نه این طرف و طرف دنیا را، فقط به این فکر است مردم چه قسم راهیاب شان در طرف جنت بره. این ربک حکیم حلیم، الله پروردگار تو بسیار با حکمت است، هیچ کار به حکمت نمیشه، او میدانه که کی لیاقت همی وظیفه را داره، به اون طور کسا میده.
اما کسی که از اسبابی که الله برش داده امور استفاده کرده. اینمی اخلاقی است که الله متعال برای انبیاء علیهم السلام نصیب میکنه. به کل انبیاء علیهم السلام در آیت دیگه میگه و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا. به ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام بچیش و یعقوب علیه السلام نواسیش است. به هر کدام ما هدایت کرده بودیم. به نوح علیه السلام هدینا من قبل پیش ازی و من ذریته داوود، از اولاد ابراهیم علیه السلام کیست؟ داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون علیهم السلام است. و كذلك نجزی المحسنین. هر کسی که مسیر طی میکنه الله میگه محسن اینجا به معنای کسی است که دعوت به سوی توحید الله میده، راه هدایت در پیش میگیره. الله میگه ما بدل و عوض برش میدیم. و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین، هر کدامش از جمله مردمایی بودن که مکمل صالح کسی را میگه که حق الله و حق بندگان الله را مکمل تکمیل میده. این مردم هم مطور کردن، حق الله را به عبادت پوره کردن و حق بندگان الله را برساندن احکام الله تکمیل کردن، پوره کردن. و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و کلا فضلنا علی العالمین. الله میگه سری کلی مخلوقات ما را ترجیح داده بودیم. الله متعال ابراهیم علیه السلام میگه انه لحلیم، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. ابراهیم علیه السلام بسیار بردبار است، بسیار بردبار. مردم در حقش بسیار کارای غلط میکنه اما ای بسیار از حوصله مندی کار میگیره. اواه است، زیاد آواز کننده به سوی الله متعال است، رجوع به سوی الله میکنه. منیب است، رجوع به سوی الله میکنه. صفاتهای انبیاء علیهم السلام است. یعنی کدام صفت خوبی که برای انسان مناسب است الله متعال برای انبیاء علیهم السلام او را نصیب کرده و الله متعال یارا متصف به این صفاتهای کمال کرده. در مورد صفاتهای دیگی که الله متعال برای انبیاء علیهم السلام نصیب میکنه اینمیست که ما همیشه نیکوکاری شیوهشان است، عادت و خویشان است. در مورد موسی علیه السلام عیسی علیه السلام الله میفرمه و برم بوالدتی. وقتی که او را مردم از مریم آورد چه مردم گفت او از کجا شد؟ او گپ نمیزد، اشاره به این کرد که قطعی ازی گپ بزنی. مردم گفت که ما چه قسم در کسی طفلی که در گهواره باشه قطعش گپ بزنیم. عیسی علیه السلام شروع شد بیانا را شروع کرد. قال انی عبد الله، ما بندی الله است. آتانی الکتاب، الله برام چیسته؟ کتاب داده. و جعلنی نبیا، مرا پیغمبر گردانیده. و جعلنی مبارکا اینما کنت، من مبارک هستم. الله در وجودی ما خیری کثیر گذاشت. چرا خیری کثیر؟ هر جا کی است دعوت دینش روان است. باز میگه و اوصانی بالصلاه و الزکات ما دمت حیا. ما الله نیستم، ما مخلوق الله و بنده الله هستم. چرا مکلف به نماز به زکات شدم تا وقتی که زنده هستم ما باید اینمی امور یا اوامر الله را به سر برسانم. از خود الوهیت نفی میکنه، میگه ما بنده الله هستم. و برم بوالدتی، ما به مادر خود خیلی نیکوکار هستم. ولم یجعلنی جبارا شقیا، مرا الله نعوذ بالله ظالم، کسی که ظلم میکنه، شقیا بدبخت نگردانیده که ما بدبخت باشم. الله متعال به پیغمبر اسلام چی میگه؟ و انک لعلی خلق عظیم، تو استوار به او اخلاقی هستی که خیلی بزرگ است. یقینا نمطور است. زندگی پیامبر علیه السلام مطالعه شد دیده میشه. پس معلوم شد که الله متعال انبیاء علیهم السلام متصف به او اخلاقی ساخته که شایان نبوت است و امو اخلاق سبب جذب مردم میشه، سبب گرایش مردم به سوی آنها میشه، سخنای از او مؤثر تمام میشه. اینمی صفات را الله متعال برای انبیاء علیهم السلام نصیب کرده و انبیاء علیهم السلام دیگه در صفات بشریت مثل بشر دیگه وارد است. الله بعضی امتیازات برای این مردم داده که از بشریت عادی درجه بالا داره. این موضوع مو شما در مورد ازی بود که انبیاء علیهم السلام بشر هستند و عوارض بشری برشان پیش میشه. امتیازی که دارن او توسط وحی است که الله برای ازیاد داده و وحی هم یک امر وهبی بوده، یعنی بخششی الله متعال بود که توسط عبادات زیاد، توسط محنت زیاد به دست آمده نمیتونست. و الله متعال انبیاء علیهم السلام دارنده صفات چی؟ بگه کمال بشریت ساخته که در تمام صفات اخلاقی ممتاز می باشه که او سبب جلب جذب مردم در راه دعوت میشه. صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا رب.
دارها أيا دارها حييت دارا ومنزلا